سلام. نمیدونم تو همینو تجربه کردی یا نه. اون لحظه ای که دیگه از خودت نمیپرسی کی خوب میشه، فقط میپرسی چطور باهاش زندگی کنم. بعضی دردها تموم نمیشن، نه با زمان، نه با حرف، نه حتی با درمان. فقط شکلشون عوض میشه. از زخم باز میشن رد محو. ولی اون حس، اون سنگینی همیشه یه جایی باهاته. ما آدم ها با امید بزرگ شدیم، امید به خوب شدن، بهتر شدن و فراموشی. اما هیچ کسی یادمون نداد اگه درد بمونه چی؟ اگه زخم نه خوب بشه نه بدتر، فقط همونجا باشه چی؟ من تو این ویدیو نمیخوام بهت آموزش بدم، نه راهکاری رو پیشنهاد بدم. فقط میخوام با هم بشینیم مثل دوتا انسان زخمی کنار آتیشی که اسمش زندگیه و بگیم آره، درد هست و شاید همیشه باشه. آقای الی ویزل، برنده جایزه صلح نوبل و کسی که اردوگاه‌های مرگ نازی رو از نزدیک تجربه کرده بود، یه جمله داره که هیچ وقت یادم نمیره. اون میگه گاهی فقط شنیدن درد کافیه، نه پاسخ دادن بهش. گاهی قرار نیست چیزی درست بشه، فقط قراره تو دیگه تنها نباشی. من نمیدونم درد تو چیه، از دست دادن، تنهایی، ترک شدن، شکست خوردن رویاهایی که ساختی. اما میدونم یه چیز واقعیه. درد واقعی آدمو خاموش نمیکنه، فقط آرومش میکنه. مثل رودخونه‌ای که با گذر زمان عمیق‌تر میشه، کم صدا ولی جاری، و شاید به جای فرار ازش باید بهش گوش بدی. یه شب آروم، یه موسیقی ملایم و فقط بشینی با دردت حرف بزنی. نه برای تحلیل، فقط برای دیدنش. مثلا ازش بپرسی تو از کجا اومدی؟ چی میخوای بهم بگی؟ یا کجا جا موندم که تو هنوز اینجایی؟ و کم کم از دل همین گفتگوی ساده یه اتفاق عجیب میفته. اون زخم نه کوچیک میشه نه از بین میره، ولی از یه دشمن به یه همراه تبدیل میشه و تو میفهمی که قوی شدن یعنی ادامه دادن با درد، نه بدون درد. و شاید یه روز، یه جایی، وقتی حرفی از رنج میشه، وقتی حرفی از درد میشه، تو فقط یه لبخند آروم بزنی و توی دلت بگی من بلدم باهاش زندگی کنم. و همین. این شکل خاصی از رهاییه، نه درمان، نه فراموشی، فقط یه همزیستی با دردی که نه تموم میشه نه درمان، فقط از دشمن به همراه تبدیل میشه.